همیشه این طرحهای مینیاتوری رو تو پینترست می‌دیدم و عاشقشون بودم و با خودم فکر کردم چقدر خوب میشه اگر این هنر رو با هنر طراحی ناخن قاطی کنم و بعضی قسمتاشو با مواد کاشت ناخن بسازم. واسه خمیرش از ژل آدامسی استفاده کردم. بعدم یه دونه وارمر رو خالی کردم و از اون کناره‌هاش استفاده کردم تا این قالب قلبی‌ها رو بسازم. راستش سر خم کردن و درآوردن شکل اون قلبه واقعا پوستم کنده شد، ولی سعی کردم تو دوربین و ویدیو یه جوری نشون بدم شما فکر کنید خیلی کار راحتیه واسم. بعدم با یه پوشر چوبی و 2 تا سیم همزن دستی ساختم. دیگه در مورد ظرف و ظروف ساختن توضیح نمیدم که 100 بار تا حالا تو پیجم دیدین. من توی این خمیرم یه مقدار پودر کلیرم ریختم که کاملا یه بافت آرد شیرینی و یه همچین چیزی بهمون بده که اینطور طبیعی‌تر بشه. واسه ساختن وردنم از یه خلال دندون و پوشر چوبی استفاده کردم. بعدم تمام تیکایی که بریده بودم و به هم دیگه وصل کردم. دلم می‌خواست یه تپه آردم درست کنم رو میزم، داخلش چند تا دونه تخم مرغ بذارم. واسه اینکه طبیعی‌تر بشه یه کوچولو آرد بهش مالیدم. این اولین تجربه من تو ساختن صحنه‌های مینیاتوری به کمک مواد کاشت ناخن بود. خیلی نیاز دارم به نظرات و پیشنهاداتت و تو کامنت‌ها بهم بگو که دوست داری این سبک ویدیوها رو ادامه بدم یا نه. مرسی که با کامنت، لایک، سیو و شیر از هنرم حمایت می‌کنی. دوست دارم. فعلا خدافظ.